تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان 5 ماه دیگر مانده است، اما نه یگان حزب و نه شخصان علاهیده برای اشتراک در این کارزار سیاسی ابراز آمادگی نکردند. معلوم نیست که پیامدهای پاندمی کرونا ویروس به این معرکه سیاسی هم تأثیر خواهد داشت یا نه، ولی ده ها نفر در زیر مطلب در سامانه رادیوی آزادی حال و هوای پیش از انتخابات را به بحث کشیدند و نامزدهای احتمالی را هم گفتند. این برنامه آزادی آنلاین است. سلام. از شرح ناصر آغاز میکنیم که باور دارد نتیجه انتخابات امساله نه از کرونا ویروس و نقشه حکومت بلکه از احوال سیاسی افغانستان وابسته خواهد بود. و چنین نوشته است: برای دولت‌های تاثیرگذار به منطقه حیاتاً مهم است که تاجیکستان آسایشته باشد، ناوابسته از وضع اهالی مظلومش. تغییرات جدی را انتظار نباشیم. اما به قول خواننده دیگری که نامش را نگفته است، انتخابات تاجیکستان از خودش و از اهالیش وابستگی ندارد. این را کرمل حل خواهد کرد. کاربر در شرح‌ها رویخط 13 نامزد احتمالی را در انتخابات آینده پرزیدنتی نوشته است که از آزاده رحمان دختر رئیس جمهور تا رحمت الله ظاهروف رهبر حزب سوسیال دموکرات را در بر میگیرد. سعید هم می نویسد قریب سن 90% اعضای حکومت از 55 یا 58 بالا است. چی مگر جوانان آدم نیستند تا دولت را پیش برند؟ محترم حکومتداران، به خود بیایید. خواننده دیگر پرزیدنت آینده را چنین تصویر کرده است: باید شخصی تا 45 ساله باشد، زباندان و اقتصاددان و ناترس، از کدام ولایت نباشد فرق ندارد، بیاید و اصلاحات اقتصادی و سیاسی گذراند. در میان شرح نویسان جانبدارانی در قدرت ماندن رهبری حاضره تاجیکستان هم کم نیستند. یکی از آنها در سامانه رادیوی آزادی نوشت تاجیکستان نامزد جز امام علی رحمان ندارد. خواننده با نام انتخاب شده با اشاره به انتخابات‌های گذشته تاجیکستان که سازمان و کشورهای غربی هیچ وقت شفاف و دموکراتی اعتراف نکردند گفته است این انتخابات نیست، مثل دفعه‌های پیش یک نمایشنامه برای خاک پاشیدن به چشم جامعه جهانی است. کاربری به نام میگوید برای احترام به پایه‌های دموکراتی و مردم سالار گردیدن دولت و حکومت تاجیکستان، اول مردم شرفمندی ما باید ملت شوند و از بحر امبیسی‌های محل برآیند. به نام دیگر باور دارد که تاجیکستان به سوی جامعه باز حرکت دارد، ولی برای ما کمش 50 سال دیگر لازم است که این گونه جامعه را سزاوار شویم. نامدار این بحث را با این جمله به پایان رسانده است: این سفسطه ها را از سرطان دور کنید. سنگاپور در بین 20 سال از یک منطقه شالیکار به صف کشورهای پیشرفته جهان داخل شد. بحث و نظرها زیادند ولی فرصت برنامه کم. اگر می‌خواهید که شرح بیشتر را بخوانید یا نظر خود را نویسید، به صفحه رادیوی آزادی روید، یا اگر خبر و ویدیوی جالب دارید به ما بفرستید به رقمی که می‌بینید. واتساپ و وایبر و تلگرام و ایما داریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.